مردم نمیفهم. ما ایران ماندم که باز یار حقوق بشر یار حق میدانه، در مقابلش کسی که قیام کرده وار باطل میدانه. این کدام منطق است؟ این کدام عقل است؟ کدام عقل می فیصله را میکنه؟ باز ملا صاحب لنگیرم زده می باشه، خط برم میاره که استشهاد چطور است، انتحار چطور است. بدبخت تو تالی را الله تو را ذهنی تواز نکرد، تالی را تو نمیفهمی که حق کجاست باطل کجاست. به الله قسم حالی تو حق و باطل نشناسی ایمانی تا تیر کرده نمیتونی. تو هنوزم در تردد هستی. امروز بزرگترین جنایتکار امریکاست، در هر جای امریکاست. کل آتش که در جهان در دو امریکاست. در هر جای اقلیت ها را در کجا رسانده؟ در مقابل اکثریت ها خستاندشه، جنگ جدل امنیت از بین برده. این کاری همی شیطان هاست. قرآن کریم برای ما بیان میکنه. قسم خوردن به الله لنبیتنه، خامخا شبخون میزنیم بالای صالح علیه السلام و اهله و بالای اهلش. ثم لنقولن لولی، بعد از او به وارثایش میگیم ما شهدنا مهلک اهلی، ما حاضر نشدیم در جای هلاکت اهل ازی. و انا لصادقون، یقینا ما راستگویان هستیم. ما خو شاهد نشدیم در جای هلاکت اهلش ما نکشتیم. شب بریم کی میبینه ما را؟ این مردم خود دروغ آسان گپ است. و مکروا مکرا و مکرنا مکرا، حالی همون طور است. شب میزنه امریکا از بین میبره، سبا میگه من نبودم. باز که خیلی محکم و پافشاری شوه آیت دولت، جناب دولت بره که ببینه که راستی زن و بچه ها کشته شده، یک مجاهد در اوجا نیست. باز چی میگه؟ نه ما اوجا دیدیم که طالب داخل شده. آخرش تا اینمی طور است. این گپی جدید نیست. 1400 سال پیش قرآن حکایات استعمار سابقه را برای ما میکنه، امروز هم همینطور است. به عنوانهای مختلف ما را هلاک کرده رویسته. باز کرزی صاحب گریان میکنه. با گریان ها میشه، به الله گریان کو. از این دستی تازی بدبختا بکش، به الله گریان کو که الله وطن امن امان بسازه. دامن این استعمار را نگیره. خدا دامن از این نپرته. و مکروا مکرا و مکرنا مکرا، یام توتیه چینی کردن، نقشه ها طرح کردن. و مکرنا مکرا، ما هم تدابیر گرفتیم به تدبیرا. و هم لا یشعرون، در حالی که یا شعور نداشتن که الله متعال چی میکنه. و خوامی توتیهشان بود که صالح علیه السلام از صحنه منطقه خود چه قسم گم کنه، حتی اهلش که دیگر نام و نشانش باقی نمانه، به خاطر که دعوت باز ادامه میده. لیکن خبر نداره که عذاب الله چطور است. اما با تأسف که طوری عذاب الله در امت پیغمبر نمیاره. چرا در اینجا مورد امتحان ما قرار گرفتیم. الله متعال میتونه در یک لحظه یک کافرم نمانه. اما موت را به خیری موتوست، خب موتو نمیفهمیم. موت را الله امتحان میکنه که تو باش کدام مسیر میپیمایه. مجاهد میشه یا نه؟ صف خدا جدا میکنه یا نه؟ او مقام عالی که در جنت ما مقرر کردیم ایره میپیمایه، پشت از او علاقه و رابطه داره یا نه که همونطور به نام مسلمان از تذکیری زمانی که گپ بیا باز پسکشی کده رویسته، از مرگ خود میترسه. امتحان در امت پیغمبر علیه السلام که کفار هلاک نمیشد، در دست تو مانده. تو مومن مقابله بکو، افتخار کمایی کو. این مقام به او امتا نبود، برای توسته. ما تو مورد امتحان هستیم. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم، بی مخاطب چه قسم بود انجام مکرهم، توطئه های از یا. چی شد توطئه هایشان؟ عملی شد. انا دمرناهم، که ما هلاک کردیم، بیخکن کردیم یارا. و قومهم، قومشان اجمعین مکمل. فتلک بیوتهم، اینمی خانه هایشان است، دار و دیارشان است، خاویتن افتاده، بما ظلمو، به سبب شرک از یا، به سبب تعدی و تجاوز از یا. این فی ذلک، یقینا در هلاکتی تر قوما، لآیتا درس عبرت است، لقوم یعلمون، بر قومی که علم داره. یعنی او مردمایی که از چیسته علم داره، میدانه که نمی عذابا ثمره معاصی است و همیشه نعمت نتیجه اطاعت می باشه. اگر یافت تابیداری میکردن الله برشان پاچایی میداد، امن امان میداد. درس عبرت است. امروز هم که ما مبتلا به این عذابا، به این اختلافات هستیم، به این نعوذ بالله غلامی هستیم. به خاطر چی؟ به خاطری که ما معصیت کردیم، نافرمانی کردیم. کتاب الله فقط کتاب مرداد جور شده بود، خلاص پوش بدیشه 52 دانه پوش، 52 پوش در کشیدنش مانده شوی مانده، خلاص. باز که یک نفر بخیزه قرآن ترجمه میکنه، باز ملا صاحب در سر منبر میگه
یک روزی ملای بدبخت نگفت که یهود یا نصارا اینطور میکنه. نه نه نه، یا شبکه های شیطانی اینی کارا را کرده رویسته. خود در مقابل ترجمه قرآن کریم اعلان میکنه مردم دخترایتان روان نکنه در فلان جای در درس که یهودی و نصرانی میگرده. حالی شما بگوی که سنگ بباره یا نباره. ما چی کردیم با این کتاب الله؟ چی کردیم؟ در بین در کل کابل در یک مرکز ترجمه قرآن کریم است، در کل کابل که با صدها مساجد جامع است. امی یک نقطه را هم امی ملای بدبخت و بیدینی ما نمیمانه. حالی شما میفهمی که دین کی خراب کرده؟ دین دستی کی خراب است؟ مردم مرا ملامت میکنه مولوی متوکل علما را هیچ احترامش نه. کدام علما؟ عالم برحق خاکی پایش سرمه چشم خود میکنم، عالمی که قرآن بیان میکنه، عالمی که مردم دعوت به سوی یکتا پرستی الله میده، و عالمی که در دامن یهود و نصارا افتاده برات میگه که اگر رای ندادی گناه کبیره را کردی، اگر دموکراسی را نپذیرفتی در جهنم میری. و توری ملا را ای توری ملا خاک در سرش، الله ای را زود طلاق بسازه که جامعه پاک شوه. مردم به کالای سفیدش، لنگی سفیدش فریب خورده، فتوای غلط داده رویسته. چرا؟ و انجینا الذین آمنوا، نجات دادیم کسانی که ایمان آورده بودن، و کانوا یتقون، مسلسل از تقوا کار گرفتن. نجات الله متعال به کسایی میده که عقیده صحیح شوه، بعد از او به مقتضای عقیده عمل درست شوه. تقوا امور میگه که و کانوا یتقون بودن، مسلسل از تقوا کار میگرفتن، مامورات الله را بجا، از منهیات خود نگاه میکردن. و لوطا روان کردیم لوط علیه السلام، اذ قال لقومه، یاد کوی پیغمبر علیه السلام واقعه و داستان و خبری لوط علیه السلام، زمانی که گفت برای قوم خود اتاتون الفاحشة، انبیاء علیهم السلام آمده خیر خواهی ملت خود داره. لوط علیه السلام میبینه اگر به این عمل باقی بمانه این مردم الله یاره کلش هلاک میکنه. آمده حضور زاری میکنه ای قوم چیزی حلال براتان موجود است، چی ضرورت به حرام است؟ زمانی که راه پوره شدن تمام قوت‌هایتان الله متعال مشخص کرده از طریق حلال، با آبرو، با عزت، با عفت، شما چرا راه غلط در پیش گرفته؟ اتاتون الفاحشة، شما آمدن میکنی با کار بی‌حیایی و عمل زشت، و انتم تبصرون، در حالی که خوب میبینی زشتی عمله که چقدر خلاف فطرت انسانی است. برای پوره کردن شهوتتان امرای بچه ها آمدن میکنی. اینکم لتاتون الرجال، شما آمدن میکنی به امرای مردا شهوتن، برای پوره کردن شهوتتان، من دون النساء، در عوض زنا. الله زنا را پیدا کرده به نکاح صحیح شرعی، به کمال پاکدامنی و عفت که نسبی تم ضایع نشود. گپ پوره است، باز چرا اینطور کارا را کرده رویستی؟ بل انتم قوم تجهلون، بلکه شما سخت قوم بی عقل، نعوذ بالله، بی علم است که همین قدرم نمیفهمید که قضای شهوت از کجا پوره شود. آیا این محل شهوت است؟ محل گندگی، نعوذ بالله، خلاف فطرت که موجب به هزارها مرض میشه. افغانستان اول نمره شد در این کاریتان. افغانستان در کارهای گناه، در کارهای نعوذ بالله خشونت، در کارهای غلط اول نمره است. دنیا ای را دستاویز و وسیله پیش میکنه به جهان به نمایندگی اسلام. افغانستان جایی که خشونت از افغانستان پیش میکنه که اینی مسلمان است، اینی طور ظلم میکنه. دختر انگشتش در افغانستان قطع میشه، روی در داده در افغانستان میشه. چقدر بدبختی است؟ چرا بدبختی است؟ سری زنا چرا اینقدر ظلم است؟ قرآن، در قرآن ننشسته این بدبختا. یک روز در قرآن ننشسته که بفهمه حقه که حق زن چقدر است و زن چی را میگه، کی را میگه، از کی پیدا شده. بدن وجودی خودت از بین برده میتونی؟ لباس خودت تو لکه‌دار ساخته میتونی؟ در قرآن نشسته باشه که نکته ها را بفهمه. که در قرآن ننشسته باشه قدری زن چی داره؟ سبب بدبختی چی شده؟ که اسلام بدنام بسازه، برای از او پیش میکنه. ده بچه بازی هم افغانستان اونه چند روز در تلویزیون ها سر و صداهایتان این تا جهان رسید. در سمت شمال دختر به شکل بچه جور میشه، زنگ در پایش انداخته میشه، بچه ها در مجلس او را بغل میکنن. اگر این صحنه ها را شما ببینی یقین به الله بکنی که الله باید سنگ بباره، زمین خسف بکنه، مردم همینطور غرق شود، خلاص بره فرو که دیگه صدایش نبراید.
صدا چطور نبره؟ در مجلس الله در مسجد مولا صاحب میگه که درس قرآن گمراهی است. یک بی غیرت دور از حاضر مجلس استاده شده نمیتونه که مولا صاحب دختری من خود ترجمه قرآن میره، این گمراهی است. به الله قسم که سرت ثابت نکنم اگر بانم کلگی سراخم. پس میاد خانی خود در دختری خود میگه که اگر دیگه در ترجمه رفتی پایت میده میکنم. لعنتی الله سرت نمیشه و پدر. همینطور باز این زبان میگی زبانت خوش شوه که در ترجمه رفتی پایت میده میکنم. همینطور میگی. این کدام کلمه است؟ اگه با ترجمه رفتی یعنی ترجمه قرآن. دشمنی ما با قرآن است. این مردم ها جنازش خوانده میشه. زمین غرق نشوه. دفاع از چی میشه؟ غیرت سری چی میشه؟ کدام گپ است؟ افغانستان است. قوم لوط علیه السلام. فما کان جواب قومه، میفهمیدن شرمنده بودن، ذلیل بودن، کاری غلط انجام میداد، کلش غلط. مثل که آل بعضی مرداد زنای خود سرخم است. نعوذ بالله نعوذ بالله. زن میخیزه شوهر خود میبینه که مردم سرش بالاست. نعوذ بالله. یه لعنتی الله سری تو واره شوهر بازی زن برش نشسته. تو این مرد الاکو، این مرد نیسته. تو هنوزم خود زنی از او گرفته. به الله قسم بی غیرت زن هستی. به او خود زن جور کده. اولاد مولادش بگذارم و تربان برو از پیشش. این مرد ما دلیل نداشت. فما کان جواب قومی، نبود جواب قومش الا ان قالوا، مگر گفتن اخرجوا آل لوط من قریتکم. خلاص اولادی لوط علیه السلام، تابعدارای لوط علیه السلام از قریه بکشید. چرا؟ یا همرنگی ما نیسته، قطما جور نیسته، عقیدش وابسته. اینهم اناس یتطهرون، یا مردمای هستن که خدا پاکباز جور میکنه. نه مردم قطما باید زندگی کنی، برنگ جامعه خدا بساز. کلان آدم ها چی میگه؟ والا آلی باید برنگ جامعه خدا بسازیم. دخترها را ببینه در بازار چه قسم کالا را پوشیده. یک کمی دقت بکنه، یک کمی که چه قسم کالا را پوشیده. فرانسه است یا کابل؟ هیچ کدام جا است؟ همین دختر پدر داره، برادر داره، شوهر داره یا نداره؟ ای زن کمی طور کالا را پوشیده. انهم اناس یتطهرون، مردم های پاکبازه هیچ کس خوش نداره. همیشه مردمی آلوده را خوش داره. چرا؟ توقعاتشان، آرزوهایشان توسطشان پوره میشه. مردم های فاسق فاجر اختلاط خوش داره، انبویی را خوش داره، بیبندوباری را خوش داره. چرا؟ مردم که قدر شوقیسته در شب لیلت القدر برای یک ساعت نشسته نمیتونه، خوف سرش میایه، خود از زله فکر میکنه، مندازه خدا. اما زمانی که اونجا رقص بازی اختلاط مرد و زن باشه، شو تا صبح چشمم پرد نمیکنه، آجی ریش سفید شانای خدا شور داده رویسته. همراه چی؟ ساز. این مردم است. کدام مردم است؟ انهم اناس یتطهرون، مردمایی هستند که پاک بازی را چیست؟ مردمایی است یتطهرون که خدا پاک باز معرفی میکنن. ما مردمی آلوده را کار داریم. در این منطقه آدم مردمای پاک باز باید نباشه. فانجیناه و اهله، نجات دادیم لوط علیه السلام و اهلش الا امرأته، مگر زنش. زن شیطانی کده، قوم خبر کده سری میمانو. قدرناها، مقدر کرده بودیم. الله متعال میگه زنی ازیره من الغابرین، از جمله کسانی که باقی در عذاب الله بمانه. و امطرنا علیهم مطرا، ما باریدیم بالایشان مطرا، یک بارانی ناشنا که از سنگ بود. بارانی سنگ، بارانی سنگ. فساء مطر المنذرین، خیلی بد بود امی بارانی کسایی که بیم برشان داده شده بود. یعنی این مردم ها اول تنبیه و آگاهی برش داده شده بود قبل از اینکه باران سنگ بیا. خیرخواهترین مردم از مردم ها که لوط علیه السلام است برشان آمده، نصیحت کرده، از همه عواقب یار آگاه کرده. لیکن این مردم غرق امونی شهای غلطون و درستی خود بود. گپی پیغمبر کی میشونیدن؟ از او خاطر الله میگه فساء مطر المنذرین، خیلی بد است باران او قومی که برشان انذار داده شده، بیم داده شده به کمال شفقت و دلسوزی. الله متعال بدون حجت و دلیل هیچ قوم هیچ کسی را عذاب نمیده تا که حجت خوب قائم شود. قل الحمد لله، پیغمبر علیه السلام بگو پیغمبر علیه السلام در برابر نابودی دشمنای انبیاء علیهم السلام که در داستانهای سابق برات واضح شد که کلشان هلاک شده.
الله جل جلاله را ستایش کو. چرا که همیشه دشمنای انبیا علیهم السلام الله نابود کرده. چطور بگو؟ الحمدلله، کلی صفتای کمال لله خاص برای الله متعال است. کلی صفتای کمال به خاطر که خالق کلی کائنات است، لایق عبادت غیر از الله دیگه کس نیست. و سلام علی عباده الذین، سلامتی از هر گونه عذاب و از همه آفات. علی عباده الذین، بالای بندگان الله متعال است. کدام بنده ها؟ الذین، همون شخصیت ها اصطفا که الله او را برگزیده. سلامتی است، درود است به او بندگان برگزیده. چرا؟ به خاطر که مبلغین و دعوتگرای حق بودن، به سوی توحید الله متعال دعوت داده بود. عباد مراد از پیشش انبیا علیهم السلام و تابعدارای انبیا علیهم السلام است که در نقش و قدم پیغمبران پیروان راستین که ما او را میگیم. بالای بندگانش الذین، مردم اصطفا که الله او را برگزیده. در چی چیز برگزیده؟ برای دعوت دین خود، تبلیغ منهج الهی، که برای بشریت منهج الهی را معرفی کنه. امو مردم ها که متحمل تکالیف و سختی ها شده در ایرا، خیلی سختی های فراوان تیر کرده. این امی مردم ها سلام بالای از یاست. اگر خدا قرار میده که شما از عذاب الله سالم باقی بمانی، از آفات الله سالم باقی بمانی، خودت در لیست دعوتگرای حق داخل کنی، پیروانی راستین پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود بگردانی، محبین سنت رسول الله، احیاگرای سنت های پیغمبر، حدیث های پیغمبر شوی. از همون خاطر امتیاز برکس حاصل نیست. شکر الله را زیاد بکشی که انشاءالله نیمه نیم کلمه و شما در این خط چیسته برابر شدیم. الله استواری و ثابت قدمی را نصیب ما بکنه که خاتمه ما خراب نشوه. اینمی را تعقیب بکنه. الله پیغمبر خدا امر میکنه که ستایش الله را بیان کو، به خاطر که و بیان کو که سلامتی برای بنده هاست که منهج الهی را به مردم تشریح میکنه. الله خیر اما یشرکون، آیا الله خیلی بهتر است یا اون کسایی که یشرکونه، این کفار امرای الله شریک میکنه. مراد از استفهام اینجا سرزنش توبیخ دادن است به مشرکین. عجیب است مخلوقات یا عاجز چه قسم ناتوانه لایق عبادت شمرده یا را به امرای الله خالق، اللهی که قادر و قوت و توانایی داره که قطع ازواج شریک میکنه. او کسایی که نه اختیاری خیر داره نه از شر، به امرای الله بتجور میکنه، به دست خود نفر گور میکنه، در دست خود در قبر بعد از او را مالک خیر و شر خود میدانه، اولاد از پیش طلب میکنه، مریضی را شفا از او طلب میکنه و بت خود جور میکردن به دست خود، سنگ و چوب یارا معبود قرار میدادن. امروز مسلمان ها کسی که مرده باشه به نام ولی نازدانه او را گور میکنه، بعد از او میگه که نه کلی سرنوشت زندگی ما در اختیار عزیزته. عجیب است. امن خلق السماوات، این مقدمه بود برای بیان کردن دلایل توحید و یکتاپرستی الله. بله، مشرکین مکه توحید ربوبیت الله را قبول داشتن. الله خالق است، الله مالک است. برادرای تبلیغ امام که در تبلیغ میره، هر جایی که میره ده الله نه ده کیدو یقین، ده بنده نه ده نکیدو یقین، الله رازق دی، الله مالک دی. دق لا اله الا الله ده، دق لا اله الا الله ده. الله مالک است، الله رازق است. از الله عقیده شدن، از غیر الله عقیده نشدن، این همی معنای لا اله الا الله است. دروغ میگی، تحریف نکده معنای لا اله الا الله. لا اله الا الله معنایش است که لایق عبادت و بندگی غیر از الله دیگه کس نیست. مشرکین مکه توحید ربوبیت قبول داشت. رب الله را میدانست، خالق الله را زنده کننده، مرده کننده، روزی دهنده، مالک، متصرف، چلاننده کائنات کلش، مدبر کائنات کلش. مشرکین مکه قائل بود الله است. تنها میگفتن حق عبادت نظر که به نام الله میکنی به نام بتام بکن، طلب دعا را که بس از الله میکنی، دعا آواز میدی برای الله در مشکلات و سختی ها از بتام بکن. امروز مسلمان امام عیناً همی عقیده را داره، مالک و متصرف الله را میدانه، لیکن با تاسف که یا یک قدم از مشرکین مکه بدتر هستند و توحید ربوبیت قبول داشت. مسلمانای ما توحید ربوبیت هم قبول نداره. متصرف کی را میدانه؟ نازدانا و اولیا را میدانه. میگه عالی، میگه مثل که نظر به نام الله میشه به نام ازیا میشه، نظر به نام فاطمه بیبی، نظر به نام حسین، نظر به نام چی است؟ فضل ابن عباس،
نظرا کرده رایسته، نظر به نام شیخ عبدالقادر جیلانی دعا طلب میکنن، ام از الله، ام از کی؟ سخی صاحب، ام از پیران پیر صاحب، ام از فاطمه زهرا. نه یا یک قدم بیشتر شده، بالاتر شده. علی رضی الله عنه را اصلی الله میدانه، میگه الله حلول کرده در وجود علی، وجود علی خودش الله است، نعوذ بالله. این عقیده را داره، امیال فعلا امی عقیده نشر میشه. بسیار گپاسته، خدا آگاه کنی. نه جنجال انبیاء علیهم السلام به امرای مردم در توحید الوهیت بود. از امو خاطر در قرآن کریم توحید ربوبیت دلیل است بالای توحید الوهیت. من خلق السماوات والارض، آیا ذاتی که پیدا کرده آسمانها را، زمین، و انزل لکم، فرو فرستاده برای مصالح شما، مصالح زندگی شما، من السماء، از طرف بالا، ما انابه فانبتنا. جناب دیقان صاحب تو تنها دانه را در زیر خاک کرده ای، لیکن حالی سبز کردنی از او، تیغ کشیدنی از او، کلان کردنی از او، برگ دادنی از او، دانه برش مقرر کردنی از او، پخته شدنی از او را کی میکنه؟ فانبتنا، ما رویانیدیم بهی توسط همین آبی بالا، حدائق ذات بهجت. تأمل داری یا نداری؟ فکر داری یا نداری؟ انسان چرا تو ای را قبول نداری که حق عبادت یگانه برای الله است؟ چرا که در این صفت ها برای الله کسی شریک نیست؟ توسط یک آب ساده که رنگ نداره، نه زرد نه سرخ نه چی بگوی سبز، بلکه یک آب بیرنگ سفید است، از طرف بالا روان میکنم در یک زمین که یک رقم خاک است، لیکن باغ است، یک طرف درخت خرماست، دیگه انگور، دیگه شفتالو، دیگه زردالو، دیگه آلوچه، دیگه ناک، دیگه سیب، رنگ در یک انگور چند قسم. از او خاطر الله میگه توسط یک قطره آبی بارانی که رنگ نداره ما رویانیدیم حدائق باغچه ها ذات بهجتن که با رونق و تازگی مختلف است. چطور از یک رنگ خاک و یک رنگ آب این نوع میوه ها را الله متعال میرونانه؟ کدام ولی میتونه؟ کدام پیغمبر میتونه؟ کدام ملک میتونه؟ پس وقتی که کار کسی دیگری نمیتونه، حق عبادت هم خاص برای کیست؟ نظر عبادت است خاص برای الله است، سوال عبادت است خاص برای الله است، مشکل کشایی حاجت روایی را طلب کردن عبادت است خاص برای الله است. چرا تو به غیر الله چی کرده رایستی؟ بل هم قوم یعدلون. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، نیست برای شما قدرت که شما ان تنبتوا برویان شجرها درختشه، بله خسته از او را زیر خاک تو کرده ای، لیکن بعد از او درخت کلان ایرا رویانیدن، ایرا میوه دادن، برگ دادن، شاخ و شاخچه کشیدن، کی کرده ایرا؟ اله مع الله، امرای الله متعال کسی هست معبود قابل پرستش و بندگی؟ کسی هست؟